بچه ها خوش اومدید به یه ویدیو دیگه با من. از اون موقعی که دیدید داشتم صبحونه میخوردم تا الان یه 2 ساعت و نیمی گذشته. حالا چرا؟ به خاطر اینکه گوشیم شارژ نداشت، زدمش به شارژ، شما رو زدم تو شارژ و بعدش رفتم شاهانو صبحونه دادم و بعدش هم اومد و دیگه آره مادر شوهرم اومد و نمیشد. بچه ها من امروز کرم پودر نزدم، روشگونم رو همینجوری زدم و ریمل و این چیزا سایه و اینا، فقط کرم پودر نزدم. به جاش از این کرم چیز زدم، زینکا پماد زینک زدم. خیلی چربه و یه حس بدی دارم چون جوش زده بودم، میخواستم چیز نکنم، آرایش نکنم، به جاش زینکه رو زدم. همه میگفتم واسه پوست خوبه ولی الان خودم یه حس خیلی بدی دارم نسبت بهش. خیلی چربه احساس میکنم هر آنه که پوستم اینجوری بریزه بیرون. شاید وسط ویدیو برم صورتم رو بشورم. خب بچه ها من نیستم، اما دم خونمون یه خیاطیه و مادر شوهرم واسه من این پاچه ها رو خورده پاچه سفارش داده که بیارم. این مگه وا میشه؟ بچه ها داشتم میگفتم اینا رو سفارش داده که توی این کستنا بریزم. من قبلا توشون لباس کنه و این لباسایی که نمیخواستیم رو ریخته بودم، حالا شستم گنده کاری شد، دلم نمیخواد اینا رو بریزم. خیلی آشغال داره. اگه ببینید چجوری اینا رو توی این بریزم که کمترین کثیف کاری بشه. اصابم نمیکشه. یه عالم آشغال لابلاشه. خب بچه ها من اولیشو پر کردم، اینطوری شد. بتکنمش پرتش کنم اون سمت. جنسش این مدلیه، ببینید حالت ابری مثل اینایی که کف کفش میندازن اینا، یه همچه حالتی داره. خدا را شکر آخرشه دیگه، این یه دونه دیگه آخریشه و تمام. نمیدونم شما هم مثل منید یا نه، ولی کارایی که صبر و حوصله زیاد میخواد، مخصوصا لباس جمع کردن، کارایی که پارچه توش باشه، لباس پا کردن، مثلا اینکه خیلی لباس باشه، اینجور چیزا اصلا حوصلم نمیکشه و حالم بد میشه، فشارم میفته، سرگیجه، حالت تهوع. پشتی دارم یا راست میکنم اینا آشغال پشتی. ارزش این همه سختی رو داشت. بچه ها آمدیم تو راپله که جا کفشی رو تمیز کنیم.
لبشون هم تا جوش نزده به خاطر این پماده و اینا دیگه. پس تا یه ویدیو دیگه، ماچ به کله هاتون. دوستتون دارم خیلی زیاد، عشق منید، قلب منید، مواظب خودتون باشید.